وقتی افرادی که خواسته ها و انتظارات مشابهی دارند کنار هم قرار می گیرند، می توانیم بگوییم گروه تشکیل شده. اما آیا تفاوتی بین گروه و تیم وجود دارد؟ باید بگوییم بله. هرچه در یک گروه هم‌افزایی بیشتری شکل بگیرد، آن گروه به سمت تیم حرکت می کند. در واقع یک تیم متشکل از چند نفر است که برای دست یافتن به یک هدف مشخص خود را با یکدیگر تطبیق می دهند. نقش‌هایی را بر عهده گرفتند و کارهایی انجام می دهند که این کارها مثل یک زنجیر به یکدیگر مربوطند. کار تیمی فواید زیادی برای ما و سازمان به ارمغان می آورد. کار تیمی نه تنها باعث کاهش اتلاف وقت، انرژی و هزینه ها می شود، بلکه کیفیت کار را هم افزایش می دهد. موجب تقویت روحیه اعضای تیم، بالا رفتن اعتماد به نفس افراد، حس رضایت آنها از شغلشان، اطمینان، صمیمیت و همدلی بیشتر کارکنان با یکدیگر می شود. ولی دلیل این موضوع چیست؟ به این نکته توجه کنید که ما همه مهارت‌ها، دانش‌ها و توانایی‌های لازم برای انجام یک هدف خاص را نداریم و برفرض اگر به همه امور هم مسلط و توانا باشیم، نهایتاً وقت و انرژیمان محدود است. بنابراین احتمال شکست خوردن در پروژه‌های انفرادی به مراتب بیشتر از پروژه‌های تیمی است. البته اگر بتوانیم احساساتی چون خودرأیی، نیاز به تحسین طلبی بیش از حد، بی‌اعتمادی نسبت به دیگران را کنار بگذاریم، خواهیم دید که کار تیمی نه تنها ما را در پیشبرد فعالیت‌ها یاری می‌کند، بلکه با توجه به اینکه انرژی کمتری از ما می‌گیرد و زمان بیشتری را برای ما ذخیره می‌کند، موجب احساس رضایت بیشتری در ما خواهد شد. شاید همه شما پیش از این تجربه کار تیمی را داشته باشید، اما نتیجه‌ای برعکس آنچه گفتیم را برایتان به ارمغان آورده باشد. در این درس سعی می‌کنیم به اصولی بپردازیم که شما را به یک کار تیمی موفق سوق می‌دهد.